اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان و دوستداران علم نجوم. خدمتتون عرض بکنم که جلسه امروزمون بسیار مختصر و مفید اما پرباره. ببینید، یکی از راه‌ها برای گریز از تأثیرات خوب یا بد و یا استفاده از انرژی کواکب این است که ما حروف منسوب به کواکب رو بشناسیم که این بر اساس یک چینش خاصی قرار داره در علم نجوم. در دیگر رشته‌ها فرق می‌کنیم منسوبات. شاید شما منسوبات متفاوتی رو نسبت به کواکب یا بروج دیده باشین تا الان. منتها چیزی که در این جلسه ما داریم صحبتش رو می‌کنیم خاص این جدولی است که بنده براتون قرار دادم، یعنی بر اساس یک چینش خاصیه که برای هر کوکب 4 حرف تعلق میگیره. خب فرض بکنید که شخصی به اسم کومیل میخواد که علم یاد بگیره. خب میخواد که از منسوبات کوکب عطارد که منسوب به علم و علمداری و دینداری و امثال هم هست استفاده بکنه. این شخص چطور میتونه این کار رو انجام بده؟ ببینید، راهکار این فقط در تکثیراته و صحبت اون در کلام امام جعفر صادق علیه السلام که میفرماید که التکثیرو خیر من الاکسیر. تکثیر خیرش از اکسیر بیشتره یا از اکسیر بهتره، اینجور تلقی کنیم بهتر جلوه میده. خب حالا اساس کواکب و نجوم در چیه؟ در چرخشه. چرا تکثیر میکنیم؟ علت بر این که حروف به چرخش در بیاد و همون حالت کوکب در حال دوران رو که قبلا صحبتشو کردیم و ادله قرآنی داره، کل فی فلک، همینه. خب حالا شخص طالب کیه؟ کومیله. مطلوبش چیه؟ میخواد علم یاد بگیره. کوکب منسوب به این کار چیه؟ کوکبش عطارده. خب اینها رو، این سه رتبه رو با هم دیگه ممزوج باید بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حروفات اینها رو تک به تک باید با هم دیگه در یک سطر قاطی کنه به ترتیب و بنویسه. ببینید، حرف اول از حرف طالب، حرف اول از حرف مطلوب، حرف اول از حرف کوکب، کاف عین عین. حرف دوم از مطلوب میشه میم، حرف دوم از مطلوب میشه لام، حرف دوم از در واقع کوکب میشه چی؟ میشه حرف تا. به همین ترتیب تا آخرین حرف ادامه میدیم که این سه سطر با هم دیگه ممزوج بشند. خب ممزوج تک حرفی به این بسط میگن. بعد اون تکثیر بعد اتفاق افتاده و تکثیر اعظم میگن به تکثیر مؤخر صدر، علت بر این که منسوب به کتابت صدر المنسوبه. خب یک حرف از آخر برمیداریم، یک حرف از اول. دال، کاف، را، عین، لام، عین، الف، میم و به همین ترتیب تا اینکه یک سطر تکمیل بشه. این کار رو اونقدر انجام میدیم که زمام به وجود بیاد. به آخرین سطر تکثیر زمام گفته میشه. چرا؟ علت بر این که اگر یک سطر هم تکثیر بشه، همون سطر اول یعنی سطر ممزوجمون به وجود میاد. اگر این مجموعه تکثیر رو که سطر اولش همون سطر ممزوجه، 1 2 3 4 5 حدودا 10 سطر، این 10 سطر رو به صورت جدولی اگر در یک کاغذی شخص بنویسه و با خودش حمل بکنه، از منسوبات این کوکب میتونه که استفاده بکنه. حال اگر کسی بیاد به من بگه که من میخوام بین دو نفر محبت ایجاد کنم، بهش میگم اشکال نداره، اسم طالب رو بنویس با مادرش، اسم مطلوب رو با مادرش بنویس، کوکب منسوبت هم زهره قرار بده. چرا؟ چون زهره مربوط به زیبایی هاست، مربوط به لذایذ، مربوط به مهر، محبت، عشق و امثال هم. یکی بخواد بیاد به من بگه میخوام منصب و جایگاه بهتری کسب کنم، میگم با از منصوبات مشتری استفاده کن. یکی بگه من میخوام از عقلم بیشتر استفاده کنم، میگم از قمر استفاده کن. یکی بگه من میخوام پیش
میخوام برم دادگاه، میخوام دادگاه رو بهتر پیش ببرم، میگم از حروفات شمس استفاده کن. یکی بخواد کار دشمنی و اینا یا خنثی کردن حرکات دشمن و امثال داشته باشه، میگم از مریخ و زحل استفاده کن. و امثال همه اینها منسوب پذیره و قابل به تکثیر، ممزوج، طالب مطلوب پذیر و در قالب تکثیرات میشه از خواص اونها استفاده کرد. و خواص این به نام نوشتار، به نام نویسنده و به نام حامل اون هست، یعنی کسی که این نوشته ها رو حمل میکنه با خودش. به عنوان ادعیه مناسب در علم نجوم کاربرد داره و اثرات روحانی داره. امیدوارم که موفق باشید. یا علی مدد.